سلام و به دومین ویدیو من خوش آمدید. من ایلیا بکی هستم و خب امروز اومدیم که با هم جدیدترین نسخه مک‌اوس که همین چند روز پیش معرفی شد و اسمش مک‌اوس سوکویا بودش رو با هم نصب بکنیم. من این سیستم رو لپتاپ خودم نصب نمی کنم و خب به جاش روی ماشین مجازی نصب می کنم تا اینکه مشکلی روی لپتاپ نخوره. ولی خب شما مثلا همون کارهایی که من میگم رو انجام بدید و اگه میخواید رو خود لپتاپتون نصب کنید بهتون میگم که چیکار بکنید که فلش نصب کنندش رو درست بکنید، یا اینکه اگه میخواید از مک‌اوس سونوما به سوکویا آپدیت بکنید اونم بهتون راهش رو میگم. خب برای نصب مک‌اوس 15 بتا روی لپتاپتون دو تا راه دارید. اول از همه فلش هستش که راه خیلی رایجیه که تو این راه اطلاعاتتون پاک میشه و خب ولی خب نسخه جدید مک‌اوس رو کاملا نصب میکنید و خب اکثرا باگ‌هاش کمتره. دومین راهش آپدیت هستش که راه به نظر من درستریه، چون که خب شما بالاخره آپدیت بکنید اطلاعاتتون باقی میمونن و خب یه سری مثلا حالا شاید مثلا یه سری کدهایی که مثلا از مک‌اوس سونوما هستش و خب تو مک‌اوس سوکویا مثلا همون هم هستش، احتمالا چون عوض نمیکنه اینا جاهاشونو احتمالا یکم باگش کمتر باشه. ولی خب به هر حال نه نصبش اگه به اطلاعات مهمی ندارید توصیه میکنم با همون فلشتون نصبش بکنید. برای نصب با فلش ابتدا مک‌اوس سوکویا رو میرید دانلود میکنید از هر جایی که شد، حالا سایت اپل، سایت هر جایی که شد دانلود میکنید. اسمش اینجا حالا من زدم مک‌اوس سونوما نیستش، اینجا براتون میزنه مک‌اوس 15 بتا، حالا باتا شدین. حالا خب مثلا نوشته مک‌اوس 15 بتا. برای اینکه بتونید فلش نصب کنندش رو بسازید، چون هنوز کامند لاین برای ساختن فلش بوتیبل مک‌اوس 15 بتا وجود نداره، ابتدا از همه اینو باید رینیمش بکنید به سونوما. بعد از اینکه رینیمش کردید رمزتون رو میزنید و خب اینجا الان شد سونوما. الان میتونید شما از کامند لاین مک‌اوس سونوما برای درست کردن فلش بوتیبل یو اس بیتون استفاده بکنید. تنها کاری که بکنید که تو گوگل بزنید how to create macOS install USB و خب اولین سایتی که میاره براتون سایت اپل هستش. باز میکنید سایت اپل رو، میید پایین تا اینکه برسید به اینجا که کامند لاین ها رو نوشته، اونی که برای مک‌اوس سونوما هستش رو کامل سیلکت میکنید و خب کلیت های ترکیبی کامند و سی رو میزنید، مرگرتون رو میبندید و خب داخل سرچ ترمینال رو میزنید. بعد از اینکه ترمینال رو زدید کامند رو در کلیدهای ترکیبی کامند و وی رو میزنید تا اینجا کد براتون نمایان بشه. دقت بکنید که فایل نصب کننده باید داخل پوشه اپلیکیشن ها باشه و خب ندارید جای دیگه ای. بعد تو هم پوشه اپلیکیشن ها اینستال مک‌اوس سونوما باید باشه. حالا رینیمش حتما باید بکنید. خب اینجا اگه فلش فصل کردید هر چی اسم داشتش، مثلا فرض بکنید مثلا من الان یه دونه فلش فصل کردم. خب یک لحظه صبر کنید من فلش بزنم. الان مثلا من یه فلش زدم اینجا آورده، حالا مثلا با یه اسمی آورده نمیشه حالا HBCD-P-X64. خب این کد آخر که نوشته مای والیوم رو پاک باید بکنید و خب جای اون رو با اسم فلشتون عوض بکنید. تنها کاری که باید بکنید اینه که فلش رو سلکت بکنید، کید اینتر رو بزنید. خب اگه کار نکرد اسمش رو همینجا تایپ بکنید HBCD-PE-X64 اینو بزنید. CCD شد. اینو بزنید اینجا براتون، بعد کید اینتر رو میزنید، رمز ازتون میخواد میزنید و شروع میکنه به ساختن
فلش اگر به اروری برخوردید دوباره انجام بدید و اگه بازم به ارور برخوردید از یه فلش دیگه استفاده بکنید. دقت بکنید که فلشتون حداقل باید 16 گیگ حافظه داشته باشه. خب روش دوم آپدیت هستش که فکر کنم همه بدونن چجوریه روشش. تنها کاری که لازم بکنید اینه که همون فایل نصب کننده رو باز بکنید و خب اینجا پنجره نصب کننده نمایان میشه. دیگه البته چون بتاس یکم لگه و خب ممکنه یکم طول بکشه، یکم صبر بکنید. خب ایناش اینجا اومد نوشته macOS 15 بتا. اینجا کانتینیو رو میزنید، اگری میکنید، اگری. اینجا دیسک اگه چند تا دیسک دارید انتخاب کنید مکینتاش HDO، اگه نه هم یه دونه دیسک دارید کانتینیو رو بزنید و نصب کنید. و خب من که نمیخوام نصب بکنم خب نیاز نیست. و خب حالا این چیزیه که شایع گفتم، من خودم امتحان نکردم. میگن که میتونید شما از macOS مانتری به macOS سوکویا آپدیت بکنید، چیزی که من امتحان نکردم. ولی خب اگه میخواید توی ویدیو داخل یک ویدیو مثلا بذارم که ببینید آیا همچین چیزی میشه یا نه که از macOS مانتری آپدیت بکنید به سوکویا، حتما ویدیو لایک کنید، چنل سابسکرایب کنید و خب کامنت هم بذارید که همچین چیزی رو میخواید. و اگه لایک های این ویدیو بیشتر از 1000 تا بشه من من اینو تست میکنم که ببینم میشه از macOS مانتری آپدیت کرد به macOS سوکویا یا نه. و خب حالا پروسه نصبش که نصب زیاد آسونی هم نیست و خب من نمیخوام رو به خودم نصبش بکنم، همونطور که اول ویدیو گفتم از ماشین مجازی استفاده میکنم. پیدا نکرد واقعا چیکار ندارم. اینجا من آخرین macOS که دارم macOS 11 قاعدتا کاستوم ستینگ نذاریم. اونجا یکم طول میکشه، یکم صبر میکنه که درست بکنه دیسک نصب کرده باشه. نه فکر نکنم این چیزی ممکن بشه. خب فکر نکنم چیزی بشه که ما بتونیم macOS سوکویا رو نصب بکنیم. من خب یه راه دیگه هم هست. من اینجا برنامه آیزو ایمیج فور macOS رو دانلود کردم که میتونید شما دیسک نصب کننده ایزو نصب کننده macOS با استفاده از نصب کنندش بسازید که روش جالبی هستش. و خب چون که BMP خودش نمیتونه بسازه من از همون روش برای ساخت نصب کننده استفاده. لازم برنامه جالبی هم هستش، میتونید تو اینترنت دانلود بکنید. به نظر من ارزش رو داره واقعا. و خب راه حلی که به ذهنم رسید این بود که اول از همه macOS 14 رو نصب بکنیم روی ماشین مجازی و خب بعدش بریم macOS سوکویا رو به macOS سوکویا آپدیتش بکنیم. دیگه تنها ایده‌ای که متاسفانه به ذهن من رسیدش. و خب هر کاری هم کردم، حالا چه دیسک چه ساختم چه هر کاری کردم نشدش، باید همون این آپدیت بشه بکنم. خب حالا فعلا صبر میکنم. حالا فعلا macOS سونوما رو نصب میکنم و خب بعد از اینکه نصب شد میام آپدیتش میکنم و خب با هم آپدیتش رو میبینیم. خب دوستان عزیز، به خاطر دلایل نامعلوم هر کاری میکنم نمیتونم دیسک نصب کننده سونوما رو درست کنم نه سوکویا.
برای همین فکر کنم به جواب اینکه آیا میشه از مانتری به سوکوی آپدیت کرد هم تو این ویدیو میرسیم. چون که الان من دارم مکوس مانتری رو کپی میکنم که اونو نصب بکنم و خب بعدش اون آپدیت بکنم به سوکوی. خوشبختانه این مانتری که من دارم مانتری بر وی ام ور هستش و خب دیگه نیاز نداریم که کاری روش انجام بدیم. ولی خب چیز خوبیه دیگه. الان تو این ویدیو به دوتا به همین نصب میکنیم مکوس سوکویا رو، ببینیم چه قابلیتایی اضافه کرده، چه چیزایی توش هست. همین که میبینیم مکوس آیا میشه از مکوس مانتری به سوکویا آپدیت کرد یا نه. خب فعلا من مکوس مانتری نصب میکنم و وقتی نصب شد دوباره ویدیو رو میگیرم تا آپدیت بکنیم به مکوس سوکویا. خب بالاخره تموم شد. الان تو مکوس مانتری هستیم. یکم لگ داره ولی خب اشکال نداره. سیستم خوبی بهش دارم، سیستمی هست که بتونه مکوس سوکویا بکشه. خب الان به نتیجه میرسیم. خب فعلا که نصب کننده اجرا شد، هم که میبینی نمیشه مکوس 15 بتا با عکس سونوما به دلایل نامعلومی. ولی خب به هر حال میریم حالا نصبش. خب مثل اینکه تا ابد طول میکشه، پس من زیاد وقت شما رو نمیگیرم. خب ویدیو استوب میکنم و هر وقت که ریستارت شد برای نصب موقع ویدیو رو دوباره استارت میکنم. خب دوستان عزیز ریستارت شد و داره نصب میشه، طول میکشه ولی خب ما صبر میکنیم. 2000 years later. خب دوستان عزیز چی شد؟ متوجه شدم که سیستمی که به مکوس مانتری دادم به خاطر اینکه لپتاپ من اینتلی هستش پردازنده رو به عنوان پردازنده کوارتیری 2015 شناخته و خب قاعدتا سیستم نیستش که بتونه مکوس سوکویا پشتیبانی بکنه، برای همین نصب نشد. و خب راه حل آخری که رسید به ذهن من اینه که سیستم رو خود لپتاپ نصب بکنم. ولی قرار نیست که بیام رو خود لپتاپ نصب کنم، قرار هاردو دو قسمت بکنم که یکیش مکوس سوکویا رو نصب بکنم و ببینیم با هم مکوس سوکویا چجوری هستش. تایم لپس میگیرم با گوشیم تا نصب مکوس سوکویا رو با هم دیگه ببینید. خب دوستان عزیز همون که گفتم تایم لپس میگیرم. الان من ببخشید دستم خوب دارم. الان من تو بخش پارتیشن اینجا دکمه به اضافه میزنم اد پارتیشن. یه پارتیشن نه زیاد سنگین 100 گیگابایت براش میسازم. بعد یه پارتیشن 10 گیگابایت کمه، یه پارتیشن 20 گیگابایتی بعد نصب کننده میسازم. خب اینم مکوس جونات بشه. اپلای میکنیم، پارتیشن رو میزنیم جای کامپیوتر آنش. خب یکم طول میکشه و خب موقع نصب مکوس سوکویا من ویدیو تایم لپس میکنم دیگه. من معذرت میخوام، نه هر کاری کردم منتظر امروز کامنت بدم. حتی مشکلی نداره چون مکوس نسخه بتا هستش بازی در میاره، برای همین هستش. وگرنه مکوس سونوما رو من قبلا نصب کردم رو وی ام ور و مشکلی نخورده. حتی مکوس سونوما نسخه آخر رو یکم صبر میکنیم تا دیسک ساخته شه. خب دادی ساخته میشه و من دیسک نصب کنم آماده میکنم. ویدیو رو فعلا پاز میکنم تا بعد. خب دوستان عزیز دارم نصب کننده سونوما رو میسازم و نه داخل یه فلش، داخل خود هارد دستگاه، برای اینکه وقتی کمتری بگیره. معلومه دیگه خب چرا که نه وقتی کمتری میگیره. حتما آموزش نحوه ساختن دیسک نصب کننده مکوس رو براتون میذارم به زودی. خب من برای درست کردن نصب کننده این سیستم عامل از کامند استفاده کردم که برای مکوس سونوما بودش. آخه این چیکار داره کلیم مکوسی؟ داخل چیکار داری هارد درایو من پره یا نه؟ خب فایل داره کپی میشه، یکم منتظر میمونید.
نشته ریکاوری اوس مکوس رو کپی میکنه توش. اوه تازه شروع کرد کپی کردن خیلی دیسک. خب دوستان عزیز درست شدش و خب من اینو درست کردم. فقط در نصب کنندهش از کامند مکوس سونوما کمک گرفتم چون سوکوی هنوز کامند لاینش نیومده برای ساختن فلش، چون کلا یه دونه آپدیته خودش نیومده. خب من مکو ریستورت میکنم. و خب تو سایت اپل نگاه کردم، آره مکبوک پرو 2019 برای چیز پشتیبانی میشه، نصب مکوس سوکویا. اصلا اگه خواستید که از دستگاه دیگه مکتون رو بوت کنید، کلید آپشن موقعی که صدای استارت مک رو شنید نگه دارید و خب اونجا براتون گزینه هایی میاره که به بوت کردن هستش. این هم چیزی که شاید مثلا بیشتر مک بازو بدونم و حالا گفتم کسایی که نمیدونستم بدونم. خب این فعلا با مک‌اوس 15 بتا مکمون رو استارت میزنیم. یکم طول میکشه به تا استارت بزنه. بله با همه آدم طول میکشه که صفحش روشن میشه، نمیدونم چرا الان صفحش روشن هست، بهتر یکم طول میکشه تا لوگو اپل نشون داده بشه. ایناش و همونطور که میبینید خیلی داره کند لود میشه و خب یهو سفید شد چون داره تو وارد مک‌اوس ریکاوری مک‌اوس 15 میشه، وارد ریکاوری مک‌اوس 15 میشه و خب از اونجا میریم که مک‌اوس رو نصب کنیم و قابلیت جدیدشون رو به شما دوستان که حالا شاید با مک‌اوس های قبلی کار کرده باشن. یعنی چی؟ خب اشکال نداره، من به دستگاه به اینترنت وصل میکنم. آقا برای چی اینترنت میخواد تا اینکه فارم پیدا کنه دیسک از کدوم دیسک باید بود بشه؟ اصلا وصل نمیشه به اینترنت. یه بار بذارید ای بابا یه رسم صبح کام رمز اینترنت رو بزن. خب اینترنت فکر کنم وصل شد. آره وصل شد. ترایگین میزنم. دوباره شروع میکنم از فلش بود شده. مثلا نکنه به من میگه که الان تو از مکوس نه مکوس ریکاوری وارد شد. دوباره همونقدر ثبت میکنیم. همینم چرا اینترنت نیاز داره برای اینکه بفهمید استارتاپ دیسکش کدومه بری. حالا به هر حال که بهش دادیم. خب این با مک‌اوس ریکاوری. بله و اینجا میبینید که گزینه دوم زده مک‌اوس 15 بتا، ولی خب عکسش هنوز هم مک‌اوس سونوما هستش، اما مشکل نداره. من فعلا این دیسکمون ریز میکنم به نام مک‌اوس سیکویا درست شد. زبان داریز چه تمام. اینستال مک‌اوس 15 بتا. خودش به اینترنت وصل شد. آها ناره
وارد مک‌اوس چیکار شد که بهش اینترنت دادیم دیگه اینترنت رو میشناسه و پیدا میکنه خودش. خب کانتینیو رو میزنیم اینجا. خیلی قابلیت من خودم مراسم WWDC 2024 اپل از دست دادم. برای همین از اونجایی که با مک‌اوس سونوما الان بیشتر از یه سالی که دارم کار میکنم، احتمالاً حالا بیشتر از یه سال هم نشاید یکم کمتر، ولی دیگه میدونم واقعا چه چیزایی داره چه چیزایی نداره. برای همین وارد مک‌اوس 15 بتا بشم سریع میفهمم چه چیزایش تغییر کرده داخلش. خب اینجا اصلا نیاز به خوندن نداریم و مک‌اوس سکویا. خب من این ویدیو رو تایم لپس میکنم تا مک‌اوس نصب بشه. خب دوستان عزیز، به این بخشی که نوشته سلکت یور کانتری و ریجن رسیدیم. دقت بکنید پس زمینش فرق میکنه و خب اینجا کانتینیو میزنیم. پس اولین چیزی که کشف کردیم پس زمینش فرق میکنه. خب اینجا تمام ستار معمولی مکو جلو میریم. اینترنت نمیخواد. الان برای چی اینترنت نمیخواد؟ داری لود میکن؟ چی داری لود میکن؟ خب نتیجه هست نیستن قاعدتا. نه اگری نه الان شد مک‌اوس اگری یه اکانت چرت و پرت میسازیم. اما اویس لند خوبه. رمز حتما باید بذاریم. ای بابا. خب رمز 1 باشه بابا. 1 2 3 4. الان میبینید بر من مهم نیست که دارم رمز رو به شما میگم. علتش اینه که این سیستمی رو بعد از این ویدیو پاک میکنم چون نیاز ندارم بهش و خب چون هنوز تو نسخه بتا من با اون سیستم اصلی هیچ وقت ازش استفاده نمیکنم. ولی جالب بود بر من که این مک خیلی سریع تو اجرا کردن این سیستمه. عجیبه تا سریعتر از اونی که داخل مک‌اوس سونوماست. من فکر کنم یه اتفاق افتاده برای چیز. حالا بعدا چک میکنیم. خب صدای فنام هم خیلی زیاده. خب یکم صبر میکنم تا درست شد. لوکیشن سرویس نمیخوای. ریجن هر جا بود که بود. ستاپ لیتر. The colors of the sky fade with the setting sun as the stars begin to shine through the clear night. ندارم سیری. حال ندارم. تا شایدی بعدم بازم میسازیم. تم دارک. اوه اینجا رو نگاه کن. رو تم دارک میزنید پس زمینش آبی میشه. واقعا دوستم ببینم پس زمینه چجوریه، چون من هیچ اطلاعاتی در مورد مک‌اوس سکویا ندارم و فقط در مورد نحوه ساخت فلش بوت کیبلش اطلاعات داشتم. اوکی. خیلی دوستم بدونم والپیپر چجوریه. وقتی لایت اینجاش آبیه اینجاش طلاییه، وقتی دارکه اینا میشه سبز. چیز خیلی باحالی. خب من فعلا با هم لایتش میگم و خب تموم شد. ویلکام تو مک. اینجا رو داخل نصب کننده مک‌اوس سونوما نداشتش. هم چیزی براتون نمیاره اگه مک‌اوس سونوما نصب کنید. خب این جدیده. دوم چیز جدیدی که کشف کردیم این صفحه ویلکام تو مک بعد از نصب کردن مکتون بودش. خب بعد اینجا رو من فکر کنم یه اتفاق اینجا افتاده که اینقدر سریع. بله حدسم درست بود. از کارت گرافیک اصلی داره استفاده میکنه برای اینقدر سریعه. خب ما که فعلا اهمیت نمیدیم. خب من الان رکورد رو میذارم رو مک تا قابلیت جدیدش رو ببینیم. خب دوستان عزیز گفته بودم که اومدیم داخل چیز. اولین چیزی که متوجه شدم این که هنوز بوتکم داخل این نسخه از مک‌اوس وجود داره. ببخشید یادم رفت فیلم نمیگیره از داخل لانچ. اینا بوتکم اسیستنت هنوز داخل
این ورژن مکوس وجود داره و خب یکم همه چی گنده تر از مکوس سونوماست، چون اون یکی سفر تا 4K برده بودن بالا، یکی 1080 داره، مشکلی که نیست، فعلا ادامه میدیم. خب این والپیپرشه که همونجور گفتم من ندیده بودم، خیلی قشنگه، خیلی دوستم بدم وقتی قفل میشه چی میشه. برای اینجایی که لپتاپ قفل بکنم فیلم دیگه نمیگیره، کار یا چیزی نیست، بعدا رو گوشی فیلم میگیرم ببینیم چجوری میشه این والپیپر چجوری حرکت میکنه به جلو. ولی اولین چیزی که میخواد چک کنه چه والپیپرهای جدید دارن، فقط همینه. چون اکثرا هر سال رفته چند تا والپیپر میده بیرون برای نه اینجا یه دونم داره مکینتاش زده اسمشو. او اینجا رو چه چیز خفنی، ایناش جنرال. اینم مثلا یه تاریخچه کوشه که مثلا یه تصمیه تاریخچه‌ایه از مک‌های اولیه دیگه، اسم بهتری نمیتونستم بهش بدم. ولی خب والپیپر خیلی باحالیه. اینم احتمالاً وقتی لپتاپ لاک بکنید مثل مکوس سونوما اینم یه انیمیشنی داشته باشه، دقیقا مثلا اون وقتی که اپلایش میکنید، خب فقط برای اولین بار که اپلایش میکنید. حالا به هر حال زیاد مهم نیستش. خب چیز بعدی که من متوجه نشدم اینجا، بذار یه مثلا سافاری اجرا کنیم. اکثرا سافاری اپ چیزای خیلی باحالی توش اضافه میکنه. نه چیزای همون مایکروسافت. بذارم سافاری چنده؟ سافاری 18؟ نه این باید یه چیز اضافه کرده باشم توش. خب بذارید ببینیم اینجا تغییری کرده. باز شد دیگه. سب کنم. آهان این قابلیت رو داخل سایت اپل دیده بودم. میتونید الان صفحه آیفون رو بندازید رو مکتون و خب چیز خیلی جالبی هم هستش. به زودی قراره سیری ای هم داخل چیز اجرا بشه و خب چیز جالبیه. و اینجا گفته که میتونید ویجت ها رو از اینجا بردارید بذارید تو آیفونتون. تو مکوس سونوما میگه میتونید بذارید رو صفحه، و اینجا میگه بذارید تو آیفونتون. وای خدا چه تکنولوژی پیشرفت میکنه. چیزی که خیلی من دوست داشتم تو مک اضافه بشه همیشه این بود که بتونید پنجره ها چیز بکنید. اکثر دوتا بزنید بزرگ میشه. سکونه نه اینجا رو پنجره ها میزنید به کنار اینجا. خب اینو خوشم اومد، قابلیت خیلی به درد بخوری که خیلی وقت پیش باید میومد تو مک. دقیقا مثل ویندوز اگه شما مثلا این پنجره رو بزنید به اینجا نصف صفحه میشه، حتی خب کامل که نه، ولی خب به هر حال بازم خوب این ور بزنید این ور میشه، پس احتمالاً بالا بزنید فول اسکرین شه. آره خب یه قابلیت خفن دیگه که داخل مکو این مثل ورژن مکوس اضافه شده رو خب پیدا کردم، این که بالاخره میتونید پنجره ها رو این برای بچه دو کنید. حیف شد چرا ترانس بتا نباشه. حتما چیزی که داخل فایندر نیست. مکینتاش چیه چیزم نیاز داشتم، چون این ویدیو رو من میگیرم باید بریزم داخل مکوس سونوما. خب من چیز دیگه واقعا توش متوجه نشدم و خب بقیه‌اش هم مکوس سونوماست. حتی اگه من بیام ستینگ رو باز بکنم خب یه چیز دیگه هم متوجه شدم، شاید شما متوجه نشده باشید. تو مکوس سونوما اگه شما ستینگ رو باز بکنید شما رو میبره به بخش اپیرنس مستقیم، یعنی اولین صفحه که میبینید ستینگ رو باز میکنید بخش اپیرنس هستش. اینجا من ستینگ رو باز میکنم من میبره تو جنرال، یه تغییر دیگه که حالا تغییر زیاد بزرگی نیست ولی خب پست نمیتونم نادیده بگیرم، قبول که هرچی تغییره رو بگم. خب اینم یه تغییر. خب این اپیرنس همون مکوس سونوماست. این هم مود دارکشه، بذارید هم تصمیه هستش بذاریم بالتر بشه. آبیه رو ببینیم چی میشه. ای جان چه آبی نازی داره. اون بالا چرا اینجوری شد؟ الو
داشت بالا چرا ترانسپرنت نیست دیگه؟ چی شد؟ اشکال نداره نادیده بگید چون احتمال مکوس بتا این شکلیه. مثلا منم الان ضبط میکنم لپتاپ چیز شده. ایناش دیگه هم اتوماتیک دارک لایت مکوس سونوم هستش. بله هستش ولی ونتورا و مونترینا رو باید دانلود کنید. و خب این سونوما هاریزون حالا هر چی اسمش هست دیگه داخل با خود مکوس نمیاد و خب باید دانلودش بکنید اینجا کنارش زده. خب فعلا این با هم تستمینه فعلی مکوس به حالت دارک که من خیلی خوشم از حالت دارکش. مثلا این تستمینه من راهی هست که مثلا این تستمینه کشید داخل مکوس سونوما. حتی اون یکی که در مورد تاریخچه مکوس بودش. برنامه جدید خب اونجایی که من لانچ پد باز کنم دیگه فیلم نمیگیره. برنامه جدید از پوشه اپلیکیشن نگاه. خب چیزی به نظر من جدید نیست اینجا. یه نگاه دقیق بندازیم. نه احتمالا چیز جدیدی اضافه نکردم این ورژن. بله من داخل لانچ پد این نگاه بندازم شاید اونجا برنامه جدید پیدا شد. خب 2 تا برنامه جدید پیدا کردم. برنامه تیپس متوجه از لانچ پدم فیلم میگیره. برنامه تیپس و برنامه پسورد بودش. تو این برنامه پسورد احتمالاً خب رمزمون 1 2 3 4 بود دیگه. اینجا من فکر کنم بدونم چی هستش. چقدر آیتم داره. خب اینجا میایید هر رمزی که خواستید رو براتون میذارید. رمز وای فای تونم میذارم. آجه رمز وای فای ما دیگه اینقدر گونده نیستش که. نه رمز وای فای اشتباه زده. اشتباه نکنید. جدی رمز همه اکانتاتون رو سیو بکنید بدون اینکه کسی بدونه و حتما هم باید رمز سیستم رو بدونید. یه برنامه تیپس هم هستش که این برنامه بود ولی برنامهش نبود. اینجا از تو ویجت ها میبرید چیز میکردید. خب اینجا که نوشته need help find answers here و خب بله هنوزم مایکروسافت سونوماست. خب این از 2 تا برنامه جدیدی که خوشم اومد ازشون. بله اپل دست درد نکنه. خب ببین چیزی دیگه تغییر کرده یا نه. من که والا چیز نمیبینم. حتما با تو فایندر تغییر داده باشم. زونه فایندر هم همجوری بله فایندر هم که همجوری باش باحال بود خوشم اومد. این قابلیتش خیلی کارآمدتره. من خوشم اومد. یه چیزی هم میخواستم تست کنم. حالا که این قابلیت اضافه کردن که بزنید تو دیوار اینجا براتون مثلا میتونه نصف سفر رو پر بکنه اینا. آیا با دکمه هم کار میکنه؟ من دکمه کامند و دکمه ایرور رو نگه میدارم. آپشن نه مثل این کار نمی کنم چون هنوز همچون قابلیت اضافه نشده به این سیستمه که بخواد از دکمه ها برای جابجا کردن استفاده کنه. اگه تو ویندوز کار کرده باشید که مطمئنم کار کردید دکمه ویندوز رو نگه دارید با دکمه ایرو میتونید پنجره رو جاشون چیز بکنید دقیقا مثل کشیدن به کنارهای صفحه. چه باحال قابلیت رو مربوط کردم که خیلی طول میکشید به فکر کنم چه طول میکشید کشفش بکنید. ما فری فرم رو داریم که احتمالاً ورژن 3 شده باشه. Get creative میتونید الان داخل فیلم فرم یه قابلیت جالب اضافه شده. اینجا نوشته میتونید پروژه‌تون رو با بقیه به صورت لایو به اشتراک بذارید. چه جالبی بود. خب حالا ما یه چیز اینجا بکشیم مستطیل الان مستطیل. خب فری فرم تمام ورژن 3 باشه. بله ورژن 3.0 بتا یعنی هستش و خب هیچی
سیری هم هیچ سیری رو فعال نکردم، یادم رفت به کلی یادم. ببین کلندر چی اضافه کرده. خب خب اینم یه قابلیت جدید بهتر بازم اضافه کرده، 2 تا البته. این یکی زیاد به درد نمیخوره، ولی این 2 تا به خیلی به درد میخوره. اولیش نوشته که شما مثلا میتونید شما ایونت بذارید داخل کلندرتون، بعد مثلا بذارید که مثلا برای یه شخص دیگه بفرسته. چیز خیلی خفن و جالبیه، من خیلی خوشم میاد اگه چیزی واقعا باشه. و خب اونجا هم مثلا وقتی وقتش بشه اونجا برنامه مپ لپتاپتون رو باز میکنه و خب بهتون میگه که این یکیو میگه که کجا دقیقا باید برید و خب کی وقت و خب ترافیکا اینا هم که قاعدتا بهتون میده. خیلی چیز خفنیه. و خب بقیه‌اش هم که همون کلندر معمولی بود که بود. اپل تیوی من چون اپل آیدی تابال نداشتم نمیدونم واقعا چی است، اصلا چی بشه باش کار کرد. ولی خب هنگ کرد حاجی، اپل تیوی هنگ کرد، بسته شد. ول کنید اپل تیوی هم چیزی توش اضافه نشده که. فیس تایم ظاهرش عوض شده. ظاهر اینجا قبلا اینجا مثلا این گوشه میزد ساینین و بعد اونور دوربینتون میزد، الان فقط ساینین هستش، دوربین دیگه نیست. خب مسیج و اینم که اصلا تغییر نکرده داخلش. اپ استور اصلا باز نمیشه الان که اعتماد خیلی ضعیفه. نه سیستم یو آی سرور چیه دیگه؟ میکروفون سکو بینم داره از میکروفون من دارم فیلم ضبط میکنم، یادم رفت دارم فیلم ضبط میکنم. خب فعلا من داخل ستینگش بچرخم ببینم چیز دیگه ای داره یا نه. همون چیز عادیه، گزینه جدیدی نداره. این جنرال احساس کنم آیکونش فرق کرده. نه تا نکرد. زوم اینم بود. هاور تکست نه این نبود خدایی، نه اینم بودش. اپیرنس چیزی که اضافه نشده. استیج منیجر اگه میشم چیزی از دست بیدیم. دوتید استیج منیجر رو چک بزنیم. و اینجا میبینیم که هنوز بک‌گراندش سونوماست. بله حالا اشکال نداره روشن میکنیم. الان من اینجا مثلا سیتینگ رو باز کنم. یکم لگه ولی خب مشکل نیست. خب چیز دیگه من نتونستم پیدا کنم. آیفونی هم که ندارم اینجا بخوام تست کنم ببینم آیا این قابلیتی که میتونی صفحه آیفون رو بندازید رو مکبوکتون همچین چیزی که اصلا کار میکنه یا نه. و خب این اسپاتلایتش خیلی بالاتر شده احساس میکنم. بذارید توپوس رو باز بکنیم منم ببینید یکم. سلام دو عکس هم یادگاری بگیم. اوکی ببینم عکس یادگاریمون. و بعد اینم از مک‌اوس سکویا بالاخره نصب شد و خب روی خود مک‌بوک هم نصبش کردیم که حالشو ببرید. یکم بریم با تم لایت بریم که حالا شاید بعضی از دوستان تم دارک خوششون نیاد. یکم با لایت بریم، لایتش هم یکم ببینید. لایتش هم خیلی چیز قشنگیه ولی من خودم حالا به خاطر سلامت باتری و نگه داشتن باتری و اینا و خب البته به خاطر سلیقه خودم اکثرا لایت نمیذارم تا هم دارک میذارم بمونه. ولی خب سلیقه شما سلیقه من نیست و خب هر تم دوست داشتید آپدیت کردید انتخاب کنید.
برای اینجا هیچ چیز جدیدی دیگه نبود و خب من نگاه کردیم دیگه با هم چیز. ولی این آیبوکش هنوز ورژن 7 2023 بعد آپدیت نشده. یه چیزی در مورد این کلکیلیترش شنیده بودم، میگفتن ظاهرش عوض کردن. ببینیم این عوض کردن واقعا یا نه. آها نه، آره این دکمه هاشو گرد کرده. بعد این دکمه ماشین حساب میزنید اینجا بهتون میاد ماشین حساب جدیده اپل. بذارید جان پروگرامر فیلیپین خب من هیچی نمیفهمم از این پس. خب اینم از ظاهر جدید کلکیلیتر 2 که مطمئنم تنقل کردن که حتی کار زیاد کمی هم نکردن. حالا قابلیت های جدید اضافه کردن بهش، حالت های جدیدتر اضافه کردن و خب اون دکمه‌اش هم گرد کردن، عملا بهش دکمه گذاشتن. این ساعتش چی؟ اولین چیزی که متوجه شدم، صبر کنید دقت بکنید، ساعتش تغییر کرده. قبلا این ثانیه شماره نبود داخل سونوما و ونتورا، الان داخل ثانیه شماره هم تو آیکون ساعته اومده. چیز باحاله. یعنی من به همه چی دقت میکنم. میگم که از مکروس سونوما خیلی وقت دارم استفاده میکنم، اما فکرم بتاش اومد من دارم استفاده میکنم فعلا تا قبل از اینکه حالا بریم سراغ کار یوبیکا. خب من فکر کنم دیگه برای ویدیو امروز بس باشه دیگه، زیاد وقت شما رو نگیرم. خب چیز باحالی هم بود دیگه، نگاهی انداختیم به مک‌او‌اس جدید اپل. سیستم عامل خیلی جدیدیه. اگه میشد حتما iOS 18 هم با هم تست میکردیم، ولی خب دیگه هم چیز امکان نداره برای من فعلا. من تنها فامیلی که داخل بین اون آیفون داره عمومه که اونم یه آیفون 6s داره که اونم مطمئنا اصلا فکرش هم نکنید که همچین iOS رو بخواد روش نصب بکنه. میشه نصب کرده ولی خیلی کند و مسخره کار میکنه. خب دوستان عزیز، این بود از ویدیوی امروز. امیدوارم که لذت برده باشید. ممنون میشم که کانال منو سابسکرایب کنید، این ویدیو لایک کنید و خب یه کامنت هم بذارید که لایکتون پاک نشه. ممنون.